سلام، به کانال کیک سنتر خوش اومدید. امروز میخوایم با هم کیک گلاب زعفران با روکش خامه و زعفران درست کنیم. همانطور که در تصویر میبینید مواد مورد نیاز که در کپشن خواهم گفت. 5 عدد تخم مرغ رو همراه با پودر هل و پودر وانیل به مدت 10 دقیقه با همزن با دور تند هم میزنیم. وقتی مواد هجین و کرم رنگ شد، شکر رو به مواد اضافه میکنیم. شکر رو که به مواد اضافه کردیم باز به مدت 10 دقیقه هم میزنیم و پس از 10 دقیقه هم زدن با شکر روغن رو اضافه کرده و به مدت 30 ثانیه با روغن هم میزنیم و شیر و زعفران رو اضافه میکنیم و به مدت 2 دقیقه هم میزنیم در حدی که مواد مخلوط بشه با زعفران. همزن رو خاموش کرده و آرد و بیکینگ پودر رو که از قبل الگ کرده بودیم به موادمون اضافه میکنیم. البته آرد و بیکینگ پودر رو باید در 3 مرحله اضافه کرد. اگه بیشتر از 3 مرحله باشه ممکنه پف کیکتون بخوابه. در همین حین که آرد رو دارین اضافه میکنین گلابتون هم اضافه کنین. مواد رو در قالب مورد نظرتون میریزین و در فر که از نیم ساعت قبل روشن شده بود قرار میدهین. در نیم ساعت اول در فر رو باز نمی کنیم. وقتی که کیکمون آماده شد از تو فر در میاریم و وقتی که خنک شد با یک بسته خامه صبحانه 200 گرمی و مقداری زعفران و شکلات آب شده کاراملی یا شیری قاطی می کنیم و خامه و شکلات آب شده رو روی کیک میریزیم و با پودر پسته و گل محمدی روش رو تزیین میکنیم. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه.